کسی هنوز اینجا هست؟ سلام خوبی؟ من دیگه قول میدم جدی هفته یه ویدیو اینجا بذارم. من این چنل رو مانیتایز میکنم، هفته یه ویدیو هم توش میذارم. کجا بودیم دفعه پیش؟ من چیکار داشتم میکردم؟ مثلا یادم نمیاد. بچی اسلو متابولیزم مثلا چرا دفعه پیش اومده بودی خریده بودی؟ هدر دادی سولجی ما رو. خب این فلش پاپتری خوبه، آره یاد بگیر، به خودم یاد بده، بقیه مهم نیستن. مستری اوورور میرم فکر کنم یه اسکیلیه با حشرا حرف میزنی. تو یکیش هم چه اسکیلی بود، با حشرا میتونستی حرف بزنی، بعد یه جا مثلا دیالوگ، یه جا مثلا وای میسادی گوش میدادی دیالوگ میگفتن این کتابخونه بزرگ مثلا فلان شخص ساخته. برو بریم لیپ. مثلا یادم نمیاد چی کار داشتم میکردم. Under the sulfur sun. اوکی حله. الان روز دوم. خب روز دوم فکر کنم چیز بشه، بتونیم بریم اون فروشگاهی که تو اولد تاون هست و ازش خرید کنیم. تو نمیای تو پارتیم؟ نه، هر کسی به جز لوی، هر کسی به جز این پسره. بابا این معتاد دمیجش پایینه. اوکی الان کجا باید بریم؟ الان باید بریم سمت این یتیم خونه سنت دومک اورفنیج، یه دونه افجی برداریم و دیگه تقریبا 70% کارو میشه گفت رفتیم اون موقع. سنت دومک اورفنیج به اون سمت. حله برو بریم بالا سمت چپ. بابا پارت قبلی چقدر تیمی که چرا وایسادی با این جنگیدی؟ هیچ دراپ نمیکنه، کلی گلوله و مهمات هدر دادی. خب حالا کار من سخت میشه. این ورژن گذشته من به فکر هیچی نبوده قشنگ. بذار کار ورژن آینده رو سخت کنیم. خب با اینا وارد کامبت نشو، میزنن کورت میکنن، یه اسکیل بلک اسماک بهت میزنه کور میشی. داستان اینجا رو متاسفانه نفهمیدم. تو ویکی‌پدیای بازی اطلاعات زیادی در دسترس نبود. ابلا داره میگه اوکی اینا رو همینجوری ولشون کنیم با حال خودشون. لوی هم داره بالا رو نگاه میکنه، خیلی مضطربه. اسام اصلا براش مهم نیست. Looks weirdly nonchalant and not disturbed. اینجا چه دیالوگی داری؟ نه همون دیالوگ دارن میگن. میشه از اینجا بریم؟ اینجا خیلی ترسناکه. ابلا داره میگه. لوی هم داره بالا رو نگاه میکنه، به مردمی که آویزون شدن نگاه میکنه. آلمر به من کمک کن، اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ لوی پرسیده آیا اینا با رضایت خودشون دارن این کارو میکنن؟ آره doing this voluntarily. اوسا اصلا نگاه نمیکنه به این آدما. زیر پارت قبلی آیتم برداشته بودم از اینجا یا نه؟ یه آیتم اینجا هست. آره آیتمشو برداشته بودم. خب بریم. چه اتمسفر ترسناکی داره این بازی، کثافت. خب ما از این سمت بریم به سمت کلیسا. اینجا چیه؟ دکتر کفر تریکس اند تریتس. اینو نمیدونم دیده بودین پارتای قبلی یا نه، ولی این صورتش نیست، این عینکه. نه از این مسیر نه. همینجا یه دونه اسمالکی شاتگان شل. این دودودشو بزن. نمیدونم چرا تا میزنی بالانسش از دست میده. یعنی بالانس این هیکل و این فقط نگه داشته. The half cocooned loses his balance. بزن تو سرش. اوکی این از این راحت بود. سرچش هم که بکنی وپنش خوبه. آره آها راستی که پرسیده بود چرا دیگه نمیتونم سر کسی اره کنم. این ارت میشکنه بعضی وقتا، مثلا بعد یه تعداد استفاده میشکنه. باید یا یه دونه اره جدید برداری. ببین آیتمی که لازمه واسه اره کردن اسمش از بونسا. کوشش بونسا. آره خب حالا توی این مدرسه‌ای که میری یه سری داستان داره. اطلاعات خیلی کمی از این منطقه توی ویکی‌پدیا هست.
ولی همونایی که میدونم و میگم. ببین انگار اینجا اتفاق چه افتاده، یکی از راهبا گردنبندش گم شده، مثل اینکه یکی از بچهای این یتیم خونه برداشته بوده. بعد سر همین برم دارن همه بچه‌ها رو انگار تنبیه میکنه، یکشون هم زنجیر میکنن که بعدن جنازه اونی که زنجیر شده رو پیدا میکنی، با روحش حرف میزنی. الان میگم چه جوری. فعلا دیالوگ بگین چی داری داجی. ابلا داره میگه که اینجا هم یه یتیم خونه بوده، هم یه مدرسه، درسته؟ لوی میگه درسته، من اینجا بزرگ شدم. ابلا میگه حتما خیلی واسه تو احساسیه که اینجا رو به این شکل ببینی. اگه نیاز به استراحت داشتی بهم بگو. لوی میگه که نه حالم خوبه. لوی اینجوری میکنه، میگه که احساسات I have mixed feelings about this place، یعنی میگه هم از اینجا خوشم میاد هم از اینجا مثلا بدم میاد. ابلا میگه چه جور احساسی داری؟ لوی میگه نمیدونم. خیلی ممنون. استاد داره میگه که غربیا بچه هاشونو خیلی لوس بار میارن. جایی که من ازش اومدم بچه ها از لحظه‌ای که بزرگ میشن یه دونه کلنگ میگیرن دستشون، نه یه دونه هو میگیرن دستشون و شروع میکنن به کار. اوه حاجی سانترک اینجا رو، صداها رو من قبلا نشیده بودم، صدای جیغ و داد و ناله. میگه استاد میگه وقتی همش به فکر سیر کردن شکمت باشی دیگه اون موقع نیازی نداری که بشینی و به چیزهای مختلف فکر کنی. ابلا میگه این یه ذره مثلا سختگیرانه نیست. استاد میگه که سختی باعث نیرومندی میشه و محدودیت باعث خلاقیت میشه. اینم از این. تو چی میگی؟ A painting of a grumpy old man، یه نقاشی یه مرد پیر. از روی چین و چروکای صورتش که نگاه میکنی میشه فهمید که کل زندگیش مثلا اخم میکرده، مثلا اینجوری بوده. چشاش شیشه‌ای به نظر میاد و خیلی ترسناکه. توی این کابینت اطلاعات همه دانش آموزا و یتیمایی که اینجا زندگی میکردن هست و همینطور که نگاه میندازی مشخصه که هیچ کدوم از بچه‌ها اینجا هیچ مثلا حریم خصوصی ندارن. حله. خب ما اینجا که اومدیم این انمیا رو میبینی، اینا مثلا نمیدونم روح بچه‌های اینجا چی هن. فیزیکال دمیج نمیتونی بهشون بدی، باید دمیج ماجیکال بهشون بدی. بعد جالبیش اینه مشتای مارکو تاثیر داره روی اینا. ببین A quiet shadowy figure sits on your path. حرف اگه بخوای باش بزنی هیچی نمیگه، بهت دمیج میده، فقط دمیج مایند میده. سعی میکنی که با این چیزی که اونجا نشسته حرف بزنی، بهش بگو آیا میخوای چیزی به من بگی؟ Is there something you're trying to tell me؟ میگه که یه خنده‌ای بهت میکنه این موجوده که اونجا نشسته. ببینیم مایند اونو کم میکنه. خیلی جالب. مشتای مارکو به همه چیز دمیج میده، میخواد روح باشه، میخواد فیزیکی باشه. کتاب چی داری؟ Recipes of، دستور پخت غذا بهمون داده. ایوه اینا رو میتونیم الان بپزیم. خوبه. 3 تا لایت بلو وایال بساز. حله. سولستون هم 2 تا بده. ایوه یه دونه هم غذا بساز. Vegetable pie، شیرینی سبزیجات. کتاب بده آجی، من میخوام داستان استخراج کنم، خودم دیگه اطلاعاتی ندارم درباره بازی. Ornament lantern، این ornament lantern رو به عنوان آیتم میتونی پرت کنی به انمی ها، بهشون فایر دمیج بدی. ornament lantern اینه، به استیت آتیش بهت میده، به انمی میده. نوشته که این کره زمین، این کره‌ای که اینجا هست یه ذره قدیمیه، چون از وقتی که جنگ جهانی دوم رخ داده خیلی از کشورها از بین رفتن و کشورهای جدید، ملت‌های جدید جاشونو گرفتن. کتاب بده. ای بازم کتاب آشپزی بهم داد. من دفعه پیش داشتم رکورد می‌کردم، رکورد پرید. خیلی چیزا داستانی بهمون میداد. حالا اونا رو میذارم تو ویدیو ببینید. کایزر رایز تو پاور. بذار اینو بخونیم ببینیم چیه. به قدرت رسیدن کایزر. منتخب شدن کایزر به عنوان صدر اعظم برمن امروز به صورت رسمی اعلام شد. در حدود 14 سال کایزر به یکی از معروف ترین جنبش ها توی برمن
تبدیل شده. در واقع یکی از بزرگترین ها در کل تاریخ، نه فقط توی برمن. این مرد ناشناس و ناشناخته یه دفعه همینجوری سر و کلش پیدا شد و معروف شد. اما از سخنرانیاش مشخصه که چرا کایزار هم بین مردم طبقه پایین معروفه و هم بین مردم طبقه بالا. انرژی اون واقعا دیدنیه. کایزار انرژی is a sight to behold. in a short amount of time. در زمان خیلی کمی کایزار تونست که دولت‌های ملت‌های نیمه غرب رو زیر پرچم برمن متحد کنه. یه جورایی می‌دونید داستانش من یادم اون نقاش اتریشی میندازه. نمیدونم حالا هدف بازی سازم همین بوده یا نه. اون یک گروه ویژه به اسم Marching Men of Night's Day راه اندازی کرد که اون گروه به طور خیلی سرعتی داره مرزهای برمن رو گسترش میده، در حدی که لیدرهای ایسترن یونیون در حدی که رهبرای ایسترن یونیون هم نگران شدن. معلوم نیست این حرکت قراره دنیا رو به چه سمتی ببره. کارهایی که اون میکنه خیلی وحشیانه است، اما فقط تاریخ خواهد گفت که آیا دلیل موجهی برای این کاراش داشته یا نه. این متن رو کی نوشته بود حالا؟ این متن رو کارین نوشته بود، اون خبرنگاره. Man in Dreams Flyer. آها. نوشته که آیا این مرد رو در خوابهای خودتون دیدید؟ در 1-2 هفته گذشته پس از اینکه ماه کامل رخ داد، مردم کل پریهویل و مثلا ستلمنت های همسایه، ستلمنت های اطراف گفتن که این چهره رو توی خواباشون میبینن هر شب، توی خواباشون دیدن هر شب. اگه تو هم یکی از اونا هستی یا اینکه اطلاعاتی درباره این شخص دارید، لطفاً به ما خبر بدید. Please contact us. اما روی این برگه هیچ اطلاعاتی ننوشته که به کی مثلا خبر بدی. اون میمه رو دیدید؟ آیا چهره این مرد رو دیدید؟ این انمیا که بهت حمله میکنن زیاد خطرناک نیستن. چرا زیاد خطرناک هستن؟ A cherub stumbles upon your path. اینا نمیدونم مثلا بچهای اینجا این یتیم خونه بودن به این شکل در اومدن، داستان چیه خبر ندارم. اتک بهشون بزن، یه ضربه به تورسوشون بزنی کارشو تمومه. 2 ضربه باید بزنی. نه خیلی بیشتر. وای ببین ضربه‌ای که میزنه بعدی بهت بخوره کریتیکاله. از این افکتا میفته رود، جونت صدم که باشه یه ضربه بهت بخوره جونت میشه 1، نمیمیری یا میشه 1. این شکلیه. واسه همین اوسا رو میگیم که گارد بگیره، ولی واسه فارم کردن هم خوبه، راحت سرشونو میبری. فالن چروپت شکست. خب یه دونه شم روشن کن که مایندمون برگرده. خوبه حواست باشه روی اینا پا نذاری. میفتی طبقه پایین، میفتی توی بیسمنت، یه تیکه شیشه بده. اینجا چیه؟ نشتی که بوی بدی از این سینک میاد. ای وای همین الان گفتم حواست باشه. خوبه اتفاق نیفتاد. اسکول لول 1 نوشته که با وجود اینکه اینجا مال بچه هاست اما هیچ احساس شادی توش نیست. نوشته که این سینکه توش خون خشک شده هست، یکی هم سیفون این دستشوی نکشیده. اوکی The door is locked. نه فعلا بذار بریم در رو بزن بشکن ببینم. میس بابا در که آخه جا خالی نمیده میس میدی تو. حله ببینم اینجا به کجا راه داره. اوه مدرسه رو نگاه، خدا وکیل چه وضعشه، همه جا پر خون. یه حمام که یه سری موی سیاه گیر کرده توی چیزش، اون سوراخش.
بیسمنت. رسیدیم بیسمنت. نه فعلا نمیام اینجا، بعد میام بیسمنت. آیتمی که میخوایم اول پیدا کنیم یه دونه تاکینگ بورد هست، از این چیزا که مثلا فازموفوبیا بازی کرده باشی میدونی، میگن واسه ارتباط گرفت، از این تخت‌ها که واسه ارتباط گرفتن مثلا با ارواحه، باید از اونها پیدا کنیم بعد میام بیسمنت. لاکی کوین. خب این یه نفره راحته، داشت تکیه شانسی نداری. چه فکر با خود کردی بازی جلو 4 نفر؟ مگه اجیلیتی چقدر که اول حمله کردی؟ نامرد. خیلی خوب، سرشون هم میبریم. توی این اتاقه، توی این کلاسه ما میریم. در رو بزن باز کن. خب میای اینجا یه بازی باید بکنیم روی این تخته. The game of hangman. You don't guess the... اگه کلماتو درست حدس نزنی این استیکمنی که اینجا هست دار زده میشه. حالا قبل اینکه ما بازی کنیم یه چیزی رو بهتون نشون بدم. من قبل از اینکه اون بازی رو انجام بدم باید حیات این مدرسه رو بهتون نشون بدم. خب از اینجا میریم بالا. اسکول لول 2. ساعت روی 2:35 گیر کرده. دیالوگ چی داری؟ همون دیالوگو تکراری. پورتری آدمایی که توی مدرسه کار میکردن که همشون هم چهرهاشون تقریبا شباهت داره به هم. خب اینم از این. خب واسه این که رسیدیم باس فایت این منطقه، واسه این که کلید اتاقا رو به دست بیاری باید این باس فایت رو بزنی. There is a sigil of Grogrov drawn here. نه کسی رو ما نمیخوایم قربانی کنیم. خب ببین وقتی که میری اینجا، من بازی سیف کنم بهتون نشون بدم. اگه با این وارد کامبت بشی میزنه کل این اتاقا میسوزونه، آتیشش میزنه. این لوتی هم که اینجا هست از بین میره. الان بهت نشون میدم چه شکلی. وارد کامبت بشی اینه که فادر هوگو، پدر هوگو دستشو باز میکنه که تو رو بغل کنه. بزن دستشو قطع کن. دیالوگ هم اگه باش حرف بزنی هم هیچ دیالوگی نداره. پایرومنسیتیش اوه. نه بابا بزن دستشو قطع کنین دیگه. ایول شمشیر کریتیکالش خوبه. پایرومنسی بس کن بابا، نزن اینقدر اتک. بله فادر هوگو میخواد که لخ شه، میخواد که لباسشو در بیاره. اسکورچر میزنه کل اینجا میسوزه. خیلی خوب اول همه اینو بزن قطعش کن. سب کن قبل از اینکه بکشمش استیل بهش بزن. ها راستی این فلش پاپتری هم نشونتون ندادم چه شکلیه. اسکیل خوبیه ولی فعلا ما یه استیل بزنیم بهش. گارد بگیرین شما. Book of Enlightenment خوبه. این اسکیلی که زده اسکورچ ارف به همه دمیج میده، به خودت هم دمیج میده. میتونی این اسکیل رو یاد بگیری، کل منطقه رو آتیش میزنی به این شکل، بک‌گراند رو عوض میکنی، هم خودت دمیج میبینی هم انمی. نمیدونم اسکیل خوبی هست یا نه. این اسکیل فلش پاپتری هم بهتون نشون بدم. اگه دست و پای قطع شده توی اینونتوریت داشته باشی میتونی اونا رو بیاری کمک خودت به این شکل، بدون اینکه تو کنترلش کنی به انمیا دمیج میدن. خوب چیزیه واقعا. حالا میبینی لوت اینجا رو دیگه نمیتونی برداری، نشته هر چیزی که اینجا بود سوخته شده. اگه بخوای این لوت از بین نره باید بیا یه تفنگ برداری از توی مپ بازی بهش شلیک کنی، بدون اینکه وارد چیز بشی بهش شلیک کنی. به این شکل میری جلو. یک
نشتی که as if mocking firearms the priest embraces your shots with joy. یه انگار که مثلا بخواد تو رو مسخره کنه، هر تیری که به شلیک کنی دستاشو اینجوری باز میکنه. بابا تیر شاتگانه بمیر دیگه. بزن بمیر. بزن. ایوه. سرچش میکنی هدمستر کیو بهت میده. سرشم قطع کن. پریست از تروفی. خب اینو باز کن ببینم چی توشه. اینم میصرفه یا نه. من سیبو برمیگردونم هیچی بهم نداد. عادی میزنمه. این راهی باشه همین الان بکشیش. نه همین جوری هم میتونی بکشیش بدون اینکه وارد فاز دوم بشه. خب یه دونه Ring of Wraiths بهمون داد. You find the Skin Bible chapter of Vinushka. اسکین بایبل وینوشکا بهمون داد. اسکین بایبل ها کتابای خدا هست. باهاشون میتونی نمادشون رو روی اینجور جاها بکشی. اسکین بایبل وینوشکا کاری که میکنه یه مسیر جدید باز میکنه. مثلا لوکیشنی که نمیتونی بهش دسترسی داشته باشی و میتونی دسترسی بهش پیدا کنی. اینجوریه که هر جا علامتشو بکشی یه درخت میره بالا و یه مسیر جدید برات باز میکنه. من این دریم فلایر که کتاب تکراری. بعدش هم میتونی بیای اینجا با این کلید بازش کنی. یه سولستون بهمون داد. اینجا هم که میتونی اسکیل بخری. اسکیل اسکورشد ارف اینه. مثل اینکه بخوای بخریش باید رابطت با گروف 2 لول خوب باشه. با این خدا هم که نمیشناسمش 2 لول. یه اکسپلوسیو فعلا بهم بده. بمب دستساز میتونی باش بسازی و همین از اینا میتونی بسازی. خب پایپ بوم. از این لوکیشن میریم توی اسکولیارد. ببینی یه تنابه داریم وسطه. دیالوگ بگین دوستان. ابله داره میگه چرا یه تنابه دار وسط حیات مدرسه است. لوی میگه که گویا قبلا اینجا یه دادگاه بوده. قبلا یه دادگاه بوده این و بعد تبدیل به یتیم خونه شده و از اون زمان هم به جا مونده. اما هیچ کس این حرف رو باور نمی‌کرد. استاد داره میگه what a curious place for this contraption. حاجی کار منو سخت نکن. من الان بعدا موقع دید باید برم بنویسم معنی کانترپیشن چی میشه. جمله ساده بگو. استاد داره میگه مردم اروپا که همه مدرسه هاشون از این چیزا نداره، درسته؟ خب حالا جالبش اینه اگه بری اون بازی رو ببازی یه نفر اینجا دار زده میشه. میای اینجا تخته رو بر میداری شروع میکنی به بازی کردن. use it talking board. کلمه رو مثلا حدس میزنی. دی نه درست جواب نده. اگه درست جواب بدی چیز میشه تخته گیرت نمیاد. میبینی هر کلمه اشتباهی که میزنم این آدمکه یکیش کشیده میشه، یه عضو بدنش کشیده میشه. شما بازی هنگمن رو باختید و این استیکمنه هم به سرنوشتش رسید، به سرنوشتش دوچار شد. take the talking board and leave. این تاکینگ بورد رو بردار و برو. حالا این تاکینگ بوردی که برداری استفادهش کنی ببینی که یه روح سرگردان اینجا هست. What do you want to ask؟ میخوای چی بپرسی؟ بپرس Is anyone out there؟ آیا کسی اینجا هست؟ این شروع میکنه به تکون خوردن. Yes. بله. Let's play. بیا بازی کنیم. Hide and seek. یا قایم موشک بازی کنیم. میتونی به من بگی که کجا هستی؟ Warm. یه زیاد نزدیک نیستی فکر کنم منظورش اینه. الان میریم توی بیسمنت. گولیارد خان حالا اینو ببینین یه نفر اینجا دار زده شده. نمیدونم چه منطقی پشت این قضیه است. He has been hanged. اون دار زده شد. خیلی خوب رسیدیم بیسمنت. اصلا بیسمنت اینجا رو نگاه کن بابا چقدر کثافت است. چه وضعشه؟ چرا توی مدرسه باید همچی چیزایی باشه؟
حالا البته گفت قبل اینجا یه چیز بوده، دادگاه بوده و اینا، ولی خب پدستک این خونه هم که دیگه از زمان دادگاه نبوده. اینجا ببینم جوابگو باش عوضی. gives the crypt priest gives a sadistic white wind. جیبشو بزن دیگه، اینجوری نخنده پدستک. چی دادی؟ یه دونه سولستون. خوبه، عالی. خب این از این. یه دونه سولستون هم از اون جنازش برداشتیم. آقا عالی. مشکل اینه اسکیلی نیست بخوایم بخریم با این سولستون ها. بابا اصلا گیم خیلی دارکیه. مثلا اون فادر هوگو بود و اسکین اولیه‌اش قرار بود یه شکل دیگه باشه. این شکلی بود که مثلا مریج زده بود به یکی از این بچه‌هایی که توی مدرسه هست، یه سر مثلا از بدنش زده بود بیرون، مثلا حاصل مریج بوده. یعنی که خب اون اسکینه رو البته استفاده نشد اون اسکین. ابله داره میگه اینجا چه خبره، چه اتفاقی اینجا داره میفته. لوی داره میلرزه و به بیسمنت نگاه میکنه. نه این لرزشش ربطی به ترس نداره، به خاطر مواد. 10 تا هروئینیه که زمان جنگ به خودت تزریق میکردی. حالت خوبه لوی؟ لوی میگه هیچی نیست. حسام هم که هیچی. خب نه از این بونسا به اون بدید. نوشته که یه سینک کثیف که 2 تا دندون خونی توش افتاده. Pray for the new gods, give an offering. نه این پورتری یانگ من آفر نکن. 20 تا دونه سر داریم. این 20 تا دونه سر رو بده. خیلی خوب. 30 تا دونه سول شارد برمون داد. اینا رو کرفتشون کن. 6 تا دونه سولستون. این در قفله، بزن بشونش. خب بعد که میه اینجا میبینی که این بنده خدا رو زنجیر کردن. این همون پسره بودی که فکر کنم گردن بنده یکی از این راهبا رو دزدیده. سر هم میمادن زنجیرش کردن. به نظر چیند اسکلتن، یه اسکلتی که زنجیر شده، به نظر میاد که مال یه بچه بوده باشه. بچه خیلی وقتی که مرده. هر اتفاقی هم که باعث مرگش شده ربطی به اتفاقای توی شهر نداشته. مثلا از مونسکور چاینا نشدی که بخواد اونجوری کشته بشه. حالا این تخته رو اگه استفاده کنی، تاکینگ بورد رو اگه استفاده کنی. Is anyone out there؟ آیا کسی اینجا هست؟ میگه که this is me. این منم. This is me. You win. تو برنده شدی. بهش بگو آیا میتونم کاری برای تو انجام بدم؟ آیا کاری هست که برات انجام بدم؟ gift award جایزه چک پاکت جیبم رو چک کن. تو جیباشو چک میکنی، اولش چی پیدا نمیکنه، اما هر یه ذره که بیشتر مثلا میگردی میبینی که یه جیب مخفی توی اون جیبش هست. یه دونه رینگ آف ریفز پیدا کردی، یه حلقه با الماس خونی. این الماسا انقدری مرگ دیدن که نیروی زندگی ازشون میاد بیرون. درک نمیکنم دقیقاً به چه معنیه، ولی حالا The Priest of Rondon، راهبای روندون برده هایی داشتن که این سنگا رو واسه شون استخراج کنه no matter the cost، به هر قیمتی که شده. خب اینو بپوش ببینم، یا تو هم اینو بپوش. Ring of Raves. دوباره حرف بزن با این تخته ببینم چی میگه. Item Talking Board. The Talking Board doesn't react to your question in any way. یه دیالوگ دیگه هم داشت. یه ازش پرسیدی چه بلایی سرت اومده، میگفت که من کار بدی که من مثلا آدم بچه بدی بودم و این حرفا. خب میایم اسکولیارد، در رو باز میکنیم. این در رو باز میکنیم میریم توی دایمنشن ریر.
اینجا یه افیجی باید برداریم. پاک بزن ببینم چی میگی. ابلا داره میگه که شما دارید اینو میبینین، درسته؟ فقط من نیستم. یا از وقتی که اومدیم اینجا همش کابوس بوده دیگه، حتی نمیتونم بگم چی واقعیه و چی واقعی نیست. لوی داره عرق میکنه و میلرزه. یه چیزی توی این منطقه باعث ناراحتیش شده. حالت خوبه لوی؟ لوی میگه ما چجوری اومدیم اینجا؟ من جبهه رو ول کردم، جنگ تموم شد، درسته؟ ابله میگه که نگران نباش لوی، این واقعیت نداره، ما هنوز توی مدرسه هستیم یه جورایی. اوسا داره میگه که ما در یک بعد دیگه از هستی هستیم، در یه بعد دیگه از جهان هستیم، اما مطمئن نیستم دقیقاً. آیتمی که ما میخوایم اینه و بریم اینو برداریم. حالا توی این منطقه انمیایی که هستن رو به نظرم بکش، چون یه آیتمی ازشون لوت میکنی به اسم راست کالرد پرل، همون مرواریدا، مروارید زنگ زده که پارت قبلی فکر کنم توضیح دادم. اینا رو آفر میکنی، اینا رو با یه خدایی ترید میکنی و اون در عوضش بهت مثلا اسلحه میفروشه. اینا رو هم سعی کن حرکت اول به تورسوشون ضربه بزنی اگه تعداد پارتیات زیاده. آره خب ببین، میای اینجا رو لوت میکنی، بهت یه دونه راست کالر پرل میده دیگه. یه همون جنیتور اول بازی بود و که کمرش رو چیز کرده و پوست کمرش کنده شده بود و اونم اگه استیل بهش بزنی اونم یه تعداد زیادی راست کالرد پرل بهت میده. یه دونه اگ، نارم حرف باشون بزنی هیچ دیالوگی نداره. خیلی خوب دیگ، یه دونه راست کالرد پرل، فکر کنم 7 تا یا 10 تا اگه داشته باشی یه ملی وپن خیلی خوب بهت میده، یه اسلحه 2 دستی خوب بهت میده. وایسا من ببینم دیالوگی دارن اینا یا نه. او کشتیش که بابا، خوبه گفتم نگرش نمیخوام دیالوگ استخراج کنم. اینو بده راست کالر پرل. خیلی خوب تاک بزن، شما پاهاشو بزنید. الون رونتل keeps on closing in you. این داره میاد طرف تو، بهش بگو لطفاً وایسا. این که حرفاتش تأثیری نداره، از اونجایی که انگار که این موجود اصلا ذهنش توی یه دنیای دیگه ایه. بذار استیل اگه بزنیم چی به اون میده؟ فکر کنم همه شونو کشتم دیگه. استیل بزن. خب هیچی واسه دزدیدن نداره. آها یه نکته، این تاکینگ بورده رو جای دیگه هم میتونی استفادهش کنی. الان کسی جواب نمیده. خب یه سری لوکیشن ها میتونی بری، یه سری لوکیشن ها که رو هست میتونی بری از این استفاده کنی. مثلا اون آپارتمانه بود که یه نفر یه قاتل سریالی توش بود، اونجا هم میتونی ازش استفاده کنی. این چیه؟ این گلدن گیت، یه جورایی شورتکات، یه راه میونبره بین بقیه گلدن گیت ها واسه مثلا فست تراول کردن. و یه مورد دیگه هم که هست اتاق پاکت کت این توه. اتاق پاکت کت رو میتونی پیدا کنی، توش مثلا یه عالمه اسباب بازی و احتمالاً چیز آیتماییه که مثلا از بچه‌هایی که کشته برداشته. دیگه واسه اینکه بتونی اسکیلشو به دست بیاری باید با خدای ماه خوب باشی، با ریر مونگاد خوب باشی تا بتونی اسکیلشو بخری. ما اینو برمی‌داریم ریچ اند گراب هانگر افجی. خب الان میتونیم بریم مسیر کلیسا، مسیر مخفی کلیسا رو باز کنیم و دیگه ویدیو رو تمام کنیم تا همینجا بسه. تابه تکون میخواه اینجا هم نکنه روحی چیزی هست. نه فکر نمی کنم. با اینا اصلا تک نفره وارد کامبت نشو. 3 تا دست داره طرف، هر حرکتی 3 تا ضربه بهت میزنه. خیلی بی منطقه. نه دزدی کن ببینم چه آیتمی داری. سرش هم تا داره تکون میخوره نمیتونی ضربه بزنی. 6 تا دونه سکه حله. خوبه.
ببین الان سرش دیگه تکون نمیده. فکر کنم الان بشه به سرش سر بزن. نه بازم نمیشه. وای ایول خوبه. تا هم که میمیره میدونی دیگه باید بی تیمو بزنی دیگه تکون نخوره دیگه بلند نشه. 3 تا دونه سکه خوبه. سرش هم قطع کن. کلیسای آلمر باید بریم پایین راست. دیالوگ نشعبده گفته به نظر میاد اینجا جاییه که میتونسته فان باشه اما الان تبدیل به جایی شدی که هیولاها توش قایم بشن. لوی داره فروشگاه رو نگاه میکنه. اوسا داره میگه که اینجا متریال دیستریکته، بخش متریاله. مثلا افول انسانیت در این جاها مشاهده میشه، در اینجور جاها مشاهده میشه. خیلی حال به هم زنه. نه 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 داداش نه نه من از این طرف میرم. خب کلیسای آلمر سمت راست. این سر مسیر این سر راه وایساده. بیا بیرون. این دلیل اینکه با این وارد کامبت نمیشم یه جادویی میزنه کورت میکنه. بذار آپارتمانه رو بگم رسید تا اینجا اومدیم. روح یکی از اینایی که به قتل رسیده هنوز اینجا هست. توی دستشویش اگه بری. تاکینگ بورد رو بیار. Is anyone out there؟ آیا کسی اونجا هست؟ واکنشی نشون نمیده. عجیبه. چون ببین اینجا من ویدیو یه نفر دیده بودم. اینجا دقیقاً یکی بود. خیلی عجیبه. بابا خیلی لوازم اینجا هم تکون میخوره. یکی هست. من مطمئنم یکی اینجا هست. تو ویدیو دیده بودم. اوکی میایم اینجا. آخرین افیجی هم میذاریم و یه ویدیو تا همینجا بسته. هانگر ونجنس اینو بذاریم اینجا. علای مسیر باز شد. کلیسای آلمر لول 2 اینو باز میکنی. دوتای اینا رو باز میکنیم. تو یکیش یه انمی هست. تو دوتاش یه انمی هست. اوکی این دستشو بزنیم. خوبه. مایند کنترل. وای ما دیگه نمیتونیم اتک بدیم. الان مارکو شروع میکنه به خودی زدن. وای اوکی الان که مرد سری برو پادو بذار روش. بیت ایول. یه این مسیر به مسیر خوبی ختم نمیشه درسته؟ لوی میگه حس بدی دارم. استا هم که هیچی. یه چطور هم بکشیمت. خب یه دونه سولستون. مجسمه مورنینگ وان، کسی که مثلا گریه‌آزاری میکنه. این شخص به عنوان یک قدیس مثلا یاد میشه توی این منطقه. تو کی هستی بابا؟ چرا اینجا همه میخوان ما رو بکشن؟ اوه چه دمیجی دادی به این بدبخت. ای وای. بزنین اینو بزنین بکشینش. خب الان یه باس فایت هست شبیه کلریک بیست. میگم کلریک بیست شبیه ویکار آملیا توی بلادبورنه.
ببینم اینجا چی داره، دیالوگی چیزی هیچی. استاد داره میپرسه آیا اینجا جاییه که دارک پریستای شهر رو خاک میکنن؟ میخوام بدونم که چه گنجهایی، اگه میتونستیم قبرشون رو بشکنیم خیلی خوب میشد. میخواستم ببینم چه گنجایی اون زیر به خودشون بردن. ابلا داره میگه که آیا داری پیشنهاد میکنی که ما قبرشون رو بکنیم؟ استاد داره میگه که چرا که نه، دیگه که مال دنیا به کار اونا نمیاد. تو این مورد خیلی باهات موافقم. لوی داره میگه پس پشت اون درای بسته این شکلی بود. مردم عادی حق نداشتن هیچ وقت بیان به این قسمت شهر، فقط های پریستا میتونستن بیان اینجا. خب نه این انمیا رو باشون وارد کامبت نمیشیم. این چی بابا عجبا. A menacing creature approaches you. یه موجودی داره نزدیک بشه. دستشو بزن اول. اینا همین اول بزنش چون بعداً دیفنسش میره بالا. چوک هاردن. الان دیگه هیچی نمیتونی بهش دمیج بدی. یه فلش پاپتری بزن. خوبه. دوباره هاردن زد به خودش. ایوه کشتیمش. خب You find an iron spear. یه نیزه آهنی پیدا کردی. این چی؟ نه. حالا Altar of the Vanguard. اینجا یه ذره کار سخته. یه باس فایت داریم. آخرین سیو هم مال 100 سال پیشه. هیل کنیم خودمونو. غذایی که استاتوس افکت بده به من و این هم بده به من. خیلی خوب برو بریم. نوشته که داره یه چند تا چشم میبینی که از اون بالا، از تاریکی اون بالا داره میدرخشه. ویکار آملیا الان میاد باید میجنگه. اوکی رنسید د سریال چالش شما رو به یک دوئل دعوت میکنه. نوشته ماتانیکو کنه مگنیفیکات. این اسم منه. آخرین اسمی که میشنوی قبل از اینکه سراتون قطع بشه. خون من My blood is rushing wild. خب اینو یه فلش پاپتری اول بیار. شما هم فقط دفاع بگیرید. خودم تکی با اینو بزنم. شما هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. اسپیر سوینگ چیزی مونو فقط نزن قطع کن خدا وکیلی. یکی از دستاش اگه بزنی قطع کنی اوکی میشه. یه فست استنس من بزنم. شما هم گارد بگیرید. دستشو بزنی قطع کنی تازه نیزش هم بهت میده. ایوه به من بزن. من جا خالی میدم. جا خالی ندادم. خوبه. دست چپ یا راست فرق نداره. یکی بزن. اوه چه دمیجی داد. نه بزنید این دستشو. ایوه زدیمش. وای کاش دفاع میگرفت. نه اتفاق نیفتاد. you bastard. ای عوضی من کاری به کار شما ندارم. تو اونی نیستی که من دنبالتم. تو کی هستی؟ آها فهمیدم شما اون احمقا هستید. شما نباید با چیزایی که درکش نمی کنید دخالت کنید. توی چیزایی که درکش نمی کنید دخالت کنید. آدما واقعا humans truly are the pest of this world. آدما واقعا مثل حشرات این دنیا میمونن. نیروهای ماه به خاطر شما نابود شدن. به خاطر شما خیلی آسیب دیدن. انگل هایی که ماه رو از ماه تغذیه میکنن
به خاطر همینه که انقدر اتفاقای رندوم داره همه جا رخ میده. داپلگنگرها که میان جای مردم رو میگیرن، موجودات قدیمی که از قبرشون میان بالا، زمین و زمان داره از هم دیگه میپاشه. The forces، نیروها اگه اشتباه نکنم، The forces are desperately trying to fix the balance because of you. میگه که نیروها سعی دارن همه چیز رو بالانس نگه دارن فقط به خاطر اینکه شما خرابکاری کردید. Fine by me. More challenges for me to be hit. من دارم میرم، حتی ارزش نداره که بیام شمشیرمو به خون شماها آلوده کنم. چی شد؟ داشتی باختی که بنده خدا، دستتو زدیم قطع کردیم. نشه you picked up the Sergal spear from the severed hand of the Sergal. تو اون نیزهشو برداشتی، اون نیزه تو دستی ببینم بگی تو دست. نه تو به درد نمیخوری، تو به درد نمیخوری. بیا خانم تو بگی تو دسته. Sergal spear 36 تا دمیج. نه این خودم نگه میدارم یا نه این بلک استیل کریتیکال خوبی میده. تو اینو نگهدار. تو هم که دست نداری. ای بابا. She's dead. اون مرده. اینجا هم که فقط استخون و خاکستر و اینجور چیزا هست. دیالوگ بگین دوستان. میگه که این مجسمه خیلی بزرگیه. یه ذره هم ترسناکه اگه بخوام راستشو بگم. لوی هم دهنش بازه و داره به همین مجسمه نگاه میکنه. استاد داره میگه آیا این مجسمه قراره The statue is supposed to depict Almer. عجب ورژن حرومزاده ای از اونه. What a bastardized version of him. تو همیشه کلمات سخت استفاده میکنی، کار منو سخت میکنی موقع ادیت. Artificial soul چی هست؟ نشتی که یه سری شایعاتی وجود داشت که ارتش برمن یه سری آزمایش‌های انجام داده که یه روح مصنوعی بسازه تا بتونه اونا رو توی مراسم‌های غیر مذهبیشون استفاده کنه. اگه این واقعا یکی از اونا باشه، تأثیر ماجیک رو بیشتر میکنه. اینو بردار. Soul Devour Necklace. این جنازه سوختگی شدید داشته. آره ببین بعد این منطقه هم یه چیز هست، یه لنترن بلادبورن هست، شبیه لنترنی که توی بلادبورنه. خب این میونبر هم باز کنیم. تا اینجا اومدیم ما میونبر اینجا رو باز کنیم. حله بازی رو سیف کنیم و دیگه تموم. پرید بیرون. چرا گیم؟ وای خودش پرید بیرون. مرسی اینجا دیدین. خداحافظ.